اگر به زلف سیاه تو دست ما نرسد، گناه بخت پریشان و دست کوته مزد. ای وصالت آرزوی عاشقان، وی خیالت پیش روی عاشقان، خرقه پوشان محو رخسار توام، باده نوشان مست دیدار توام. ماشاءالله چاکریم. چطوری؟ ماشاءالله. فصل بهار اونم کنار حاج عبدالله. خوبی؟ من واقعا این آواز قشنگ به دلنشین شما میچسبه. چطوری؟ حالت خوبه؟ سلام. چه خبره؟ هیئت دعوت کرده که دیون گندگی آوردی؟ یا گفتیم نزدیک آبادیه و یکی میاد بنده خدا یه چایی هم بهش بدیم. چای آتیش. این فکر خوبیه. شما اومدید. یه چایی هم به شما میدیم. همین چطوری؟ خوبی؟ سلامتی شما؟ چه عجبی. سر با آبادی هم زدی خدا رو شکر. فکر کنم آقا عبدالله انداخت. آقا عبدالله زحمت خواهش می‌کنم. گیر برای آواز خوندن ها. امیر جان گفتیم صداش خوبه، یه دم برامون خوند. خب دستش درد نکنه. ما برای شرط گذاشتیم. ها شرطش چیه؟ گوسفند ما اومده. آها راست میگه. خب گوسفند بده دیگه. میدم چشم. آره قابل نداره. فکر کن گوسفند بخری درسته؟ حالا به اون بده هدیه بده هدیه بریم پولشو بگیره پولشو در خدمت تخفیفش بده. آره چون گوسفند گرونه خداییش. تخفیفش بده. تخفیفش میدیم. آره دست درد نکنه. زنده باشه. هر کدوم ما رو اول قول بده فردا یادت نره بیا کمک بکنم شغال چیدن. یک خب یه گوسفند میخوای تو؟ بزغاله میخوای یا بره؟ بره میخوای. آره کیلو چندی الان بگو ببینیم قیمت. بره اینجا نیستم. خونه است. خب قیمت چی؟ قیمتش دیگه هر چی تو بازار باشه دیگه. بازار چنده؟ خب الان چند آقا الان بفکرم مشتری اومد خرید. دقیقاً نمیدونم چنده. باید سوال کنیم. آره اینطوری. خب حالا هر قیمتی که بود هر کیلویی 15 تومن تا 20 تومن با تخفیف. نه 1 کیلو رقم براش با میندازه. ما میگیم رقم یعنی چی؟ یعنی 1 کیلو از اون وزنی که کم میکنی. با جونشو 1 کیلو ازش کم. به نفعت میشه. آره این 1 کیلو. آره در خدمت. ان که خدا خیرت بده. دستم در نکنه. گوسفند الان چند تا گوسفند داری خودت؟ الان اینا خب شیر میدن. اینا در خونه هستن. اوناشونو بردیم کو. چند تا شده؟ یه الا قشلاق میکنیم. حالا اینا همینا زویدن و در خونه هستن بوزن شیرش به خاطر شیر و ماستش. خب اینا چند تا کلا گوسفندی که خودت نگه می‌داری چند تا؟ 100 تا. ما کل روستای چنارستان چند تا؟ کل روستا 250 تا داره. کلا 250. آره. چرا انقدر کم؟ خب ما ببین از قدیم تجربه اینجا داریم. بعضی سالا خشکسالی میشه. خب به خاطر این آب و اینا زیاد مرتع اینجا نداره. مرتعش هم کمه. اینجا خب کارخونه زیاد درست کردن. اینا مرتعمون هم کم شده. درسته. به خاطر این زیاد گوسفند نگه نمی‌داریم. آذوقه هم که امسال وضعش خرابه. آذوقه آره. که خیلی گرونه. ولی کلا امسال یه ذره بارندگی بشه. این بهاره تو حالا که نشده بارندگی اینجا خداییش خیلی کم بارندگی شده. امسال هم پس آذوقه خوب نیست وضعش. نه وضع آذوقه که خیلی بالاها گرونه. خیلی گرونه. معمولا شما گوسفندا رو چجوری نگه می‌دارید؟ داشتیشو نگه می‌دارید هم کشتیشو نگه می‌دارید؟ چجوری؟ داشتیشو بچه‌های ماده‌شو نگه می‌داریم. نراش هم پروار می‌کنیم. آره نرا هم پروار میشه. این پروارا معمولا چند ماه نگه می‌دارید؟ اینا رو 3 ماه 2 ماه. بیشترم صحرا یا اینکه نه؟ نه تو آبادی میاد.
آنجا باربندن. بله بارمند نگه می‌داری تو، چاق می‌کنی تو، چاق می‌کنیم و میدیم بازار. بله خب دستت هم درد نکنه. خواهش می‌کنم. خدا ان شاء الله خیر بده. فردا یادت نه ان شاء الله، نه ان شاء الله در خدمتم. حالا باش بریم خونه. بذار امیر جان حالا نشستی محمد جان، بذار یه دم بخونه تا یه برم یه گوسفندم بهش بدم تخفیفم بهش میدم. اگه یه دم بخونه البته شرط دوباره گذاشت. آره یه دم دیگه بخونی تخفیفم در خدمتی. بفرمایید. بسم الله بفرمایید. تو کیستی که من این گونه بی تو شب از هجوم خیالت نمیبرد خوابم. احسن باریکلا. تو چیستی که من از موج هر تبسم تو بسان قایق سرگشته روی گردابم. آفرین باریکلا. قبول آقا، دست درد نکنه. خیلی عالی بود. دست سالم باشه. بریم خونه. قربان شما. خدا قوت نخسته. مشتلی خدا قوت. چطوری؟ حالت خوبه؟ جوان قدیم آره ماشاءالله ماشاءالله. جای قدیمی ما. خب چه خبر؟ سلامتی شما خوبی؟ خوبه. قربان شما. سلامت باشی ان شاء الله. اما محمد تقی تکلیف این جوبه چی شد؟ تا راس باغ ما اومده اونجا دیگه تعطیل شد. خدمت شما عرض کنم که ما این جوبا رو با کمک کشاورزا مشارکت مردم هر جوی یعنی هر 3 ساعت آب 4 میلیون تومان پول ازشون جمع آوری کردیم. درسته. خودیاری دادن و حدود 2300 متر از جوبا رو الان سیمانکاری کردیم. خدمت شما عرض شود که یه مبلغی هم یه مقداری مساله هم نباتی کمکمون کردن. بعد آقای بخشدار و اینا صحبت کردیم که چون ما هنوز جوبای اصلیامون انجام دادیم ولی جوبای فرعیامون که بیشتر رو درخت‌ها و اینا هست موندن که درختان خوش نشن. اینا رو با کمک مردم و کمک حالا بخشداری خود اهالی و قولای به اون دادن که این ور سال یعنی سال 1402 این مقدار کمک کنن که اینا انشالله ما سیمانی بکنیم که حداقل درختای 50-60 ساله ما که 2 سال است الان خوش شده حداقل یه مقدارش یه بخشی از اون باغای آبادی که اون بله کلا خوش شده از خوش شده. بله باغ مشتلی فکر کنم همین جوریه. درسته. بله. چند هکتار باغ داشتی شما؟ 1 هکتار خورده میشه. 1 هکتارش تقریبا همش خوش شد. همش. الان تشریف ببرید تمام شو برید. آب نرسید درسته؟ بله. الان ما اینجا تو روستای کنارستان چقدر باغ داریم؟ زمینای کشاورزی ما اینجا که گندم و جو زمانهای قدیمی گشتن زمانهای پر آبی حدود 3 آیشه که هر سالی یه آیش رو میکشتن. هر آیشی حدوداً 40-50 هکتار زمین داره. یعنی 150 هکتار تقریبا زمین گندم و جو توش کاشته به صورت آبیزار. به صورت آبیاری. بله. و حدوداً خدمت شما شود که حدود 50 هکتار هم تقریبا باغات و اشجار و اینا داریم که از این آب الان این 2 ساله
کم و بیش یه مقدار اینا رو تر شدن، یعنی هر 12 روز یه بار آب مای در گردش هست. ما سال گذشته مثلا 24 روز یه بار اینا رو آبیاری میکردیم که خیلی درختها خوش شدن، خیلی هم درختها بعضیا از بین رفتن و صدمه دیدن که محصولات هم دیگه ندادن روی مردم. الان یه رشته قنات شما دارید که اون یه رشته قنات هم کول گذاری شده، درسته؟ بله. زهکشی هم شده، لایروبی هم شده که الان هنوز فعاله. ولی آبش هم کمه متاسفانه. بله، ما متاسفانه این 2-3 ساله با توجه به برنامه خوشسالی کارشناس قنات آوردیم داخل قنات، رفتن از پایین رفتن تا انتها، گفتیم شاید مثلا قناتمون چاهمون ریزش کرده باشه، ریزشی نبوده، ولی با توجه به اینکه آب قنات اینجا از آب روستای راونج که سرازیر میشه تو رودخونه میاد پشتوانی میشه، متاسفانه این 2-3 ساله آبی نیومد و به خوشسالی شدیدتر شد. ما مجبور شدیم با توجه به اینکه حداقل این درخت‌ها رو یه طوری سرسبز نگه داریم، مجبور شدیم با توجه به اینکه درآمدی هم کشاورزی تو روستا ندارن، هر 3 ساعت آب آوردیم حدود 4 میلیون تومان ازشون پول گرفتیم، حدود 400 میلیون تومان ما هزینه این جوبا کردیم. درسته. که با توجه به اینکه یه آبی که ما از انتهای از قنات سرازیر میکردیم از زیر استخر میمد تا اینجا، زمانی که جوبا سیمانی نبود حداقل اینجا تا اینجا حدود 40 دقیقه میکشید، ولی با توجه به اینکه الان سیمانی کردیم این 40 دقیقه شده 7 دقیقه. زهکشی خیلی کمک کرده. پس یعنی حدودا هر یه چیز حدود 30 دقیقه به نفع ما شده، به نفع کشاورز. یعنی 30 دقیقه 40 دقیقه آب میمد اینجا، ولی الان با 8 دقیقه آب میاد. الان سردرختی ها امسال چجور بوده؟ امسال سردرختی ها خب اونایی که درختای بادوم و گردو که خوب مشخص نیست که هست، ولی کم و زیادی هست. بادوم الحمدلله خوب بوده. الان چاغاله چیدنش به صرف هست که ما بریم کارگر بذاریم بچینه یا نه؟ چاغاله الان خوب است، ولی با توجه به اینکه اگر این برنامه مشکلات آبی ما داشته باشه باید هم حتما شاغالش بفروشیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آبی شاید نباشه بادوم برسه یا همشون از بین بره. بعد چاغاله زردآلو و بادوم الان اگر بچینی، بله چاغاله زردآلو که نه، بیشتر چاغاله بادامش اگر الان بچینی بهتره. اگر حالا ان شاء الله آب داشته باشه که بتونیم بدون بادومش. خب دست در نکنه. خیلی ممنون. پس امسال ما منتظر باشیم که اون جوب ساخته بشه ان شاء الله. ما با همکاری به قول معروف جهاد کشاورزی و مسئولینی که زیرت دارن میدونن کمکمون بکنن ان شاء الله. با امید خیلی ممنون. آقا در خدمتی. فصل گل و بهار، موقع کار و باره. اومدیم به روستای چنارستان اتهاوه شهرستان دلیجان و هنر خانومای کدبانوی این روستا و همچنین بخش خوشمزده این برنامه. اول بگید ببینم اینجا کجاست؟ آبانی. حالا به افتخار خودتون دست بزنید. ماشاءالله ماشاءالله باریکالله. خب اینجا یه میزی چیده شده که انواع و اقسام تنقلات، لبنیات، ترشیجات و هنر دست کدبانوهای این روستا در واقع اینجا داره خودنمایی میکنه. اجازه بدید اول بریم به خاطر اینکه شما شیرین کام باشید با دیدن این برنامه و معرفی کنیم شیرینی سنتی این روستا رو، بپرسیم در مورد این شیرینی. هاشمانم این چه شیرینیه؟ این حلوا سلیجه محلی راونج و چنارستان. خب چه چیزایی داخلش ریختی؟ اینجا کنجیت هست، مغز گردو هست، زعفرون و هیل و زعفرون و بعد اون حلواش هم که با همون آرد و در واقع شیره با شیره انگور بله پخته میشه، حاضر میشه. بله. بعد با اون
کنجید و قالب میگیرن، قیچی میزنن. یعنی قالب هم داره حتی. بله. بیشتر چه فصلهای سال پخته میشه؟ بیشتر برای عید. خانمای ما الان زمانی از عید نوروز نگذشت تا عید فطر هم داشتیم، 2 تا عید داشتیم و این شیرینی اینجا آماده شده. حلوا سلیجه کار دست خانم با سلیقه. حالا به افتخار خودتون یک کف مرتب باریکلا. خب اینجا روی میز انواع و اقسام فرآورده‌های لبنی هم هست. این فکر کنم پنیره، درسته؟ این پنیر گوسفندیه یا گاویه؟ اینجا الان شما لبنیات گاوی که ندارید. پس هنوزم از شیر گوسفندا رو استفاده میکنید و میدوشید. تا کی ادامه داره شیر دوشیدن از گوسفندا؟ آخر تابستون. تا آخر تابستون هستش. خب خیلی هم خوب و عالی و درجه 1 و با کیفیت. چقدر خوبه در روستای چنارستان هنوزم فرآورده‌های لبنی سنتی تولید میشه، اونم از نوع گوسفندیش. اینجا این نونم که معرفی کردیم بهتون، رفتیم دیدیم خاله کلثوم مشغول پختشه و اینو میگفتن به چی؟ قرصه که خیلی هم نون قوی و خوشمزه‌ایه که توی این روستا داره پخت میشه. و همچنین این گل‌های محمدی که الان هم فصلشه، فصل برداشت گل محمدی تو روستای چنارستونه که این خوش شدهشه، آماده کردن اینجا غنچه ها و اونم که ترک می شود ازش گلابم تهیه کرد. و اما یه مجمع یا یه سینی هم اینجا آماده شده که انواع و اقسام محصولات داخلش هست و اجازه بدید بپرسیم ببینیم چه چیزاییه. آش خانم چه چیزایی داخل این مجمع چیدید شما؟ گوسفندیه، این پنیر گوسفندیه، اینم کشک گوسفندیه، اینم ماسکیسه گوسفندیه. ماسکیسه. این ماسکیسه رو چجوری درست می‌کنی؟ خب مشکو که زدیم دوغشو می‌کنیم توی کیسه، بعد آبش گرفت صفر شد، آبش میشه قرقرود، اینم میشه ماسکیسه. این میشه ماسکیسهش. خب میریزیم توش. در کنارش این انجیره دیگه، درسته؟ این انجیره. خب این باسلوقه، اینم جوز قنده. این جوز قنده. این جوز قنده هم اینجا شما درست میکنید. بله. یه مقدار در موردش بیشتر توضیح بده ببینم چیه؟ ارگو وقتی موقعش شد میچینیم. ارگ همون یه هلو مخصوصیه. خب سفیده. آره سفید رنگه. یه مدل داریم لپش قرمز، اونا پوستش خوب کنده نمیشه. اون لب گلیا نه. آره اونا پوستش خوب کنده نمیشه. ارگایی که سفید باشه اونا رو پوستشون رو میکنیم، یه 2 روز میذاریم آفتاب خورد، بعد هسته‌شو در میاریم و اگه بخوایم توش قوت میکنیم، اگه نخوایم هم توش گردو میکنیم. یعنی قوت مجموعه ای از در واقع دونه ها یا مغزیجات که کوبیده میشه داخل این جزغن. بعد این جزغن رو میگفتن نارنجک انرژیه، درسته؟ تو فصل‌های مختلف هم استفاده میکنن. چقدر خوبه که به افتخار خودتون که هنرمند هستید یک کف مرتب بزنید. طلای سرخ یا محصول منحصر به فردی که در ایران، در جای جای ایران داره کشت میشه و مخصوصا تو روستای چنارستان کشتش بهتر بوده. زعفرانی که تولید همین روستاست و چقدر قشنگ بسته‌بندی شده. این زعفران ارگانیکه که اگر انشالله توجه بیشتری بشود میتوانیم در روستای چنارستان در واقع مزرعه‌های بیشتری داشته باشیم که زیر کشت زعفران باشه. و اما بریم سراغ ترشاله. ترشالینه. من اشتباه کردم، اشتباه از مجری بود. ترشالینه یا برگینه، درسته؟ که مربایی که مخصوص در واقع این روستاهای اطراف شهرستان دلیجان و خیلی هم مقویه. انواع و اقسام مغزها، درسته؟ بگید در موردش دیگه چی داخلش میریزی؟ مغز گردو، مغز بادوم دیگه، برگه زردالو، قیسی. اینا همون مثل مربا. این به هم هست. اینا با هم پخته میشه و این در واقع مربای خوشمزه معجون فوق العاده به قول ایشان برای زمستون، برای تابستون، فصل‌های مختلف هم میشه استفادهش کرد. چقدر عالی و درجه 1. پس ما الان اینجا 2 تا در واقع غذای خوب
و درجه یک محلی رو به شما معرفی کردیم. یکی اون شیرینی، کم این مربایی که به شما معرفی کردیم. و اما بریم سراغ قعود یا این در واقع مغزیجاتی که کوبیده می شود با این سرکوبه. درسته؟ آش خانم دست شما درد نکنه. الان چند تا مغز داخل این ریختی داری میکوبی؟ مغز 4 تا 4-5 تا گردو هم مغز بادوم هم گردو بادوم. خب سنجد هم من شنیدم که توش میکوبی. سنجد ها رو اول دادیم آسیاب کردیم بعد قاطیش میکنیم. یعنی سنجد قبلش آسیاب شده، اونا با همون میگم هستش دیگه. درسته یا بدون هسته؟ این با هستشه. با هسته. بعد داخل همون در واقع عرق یا اون جوز قند میشه و میشه یک شیرینی. این مال سنت عیده. آره سنت عید. همیشه باید هر سال عید اینو درست میکنید. دستون درد نکنه. و اما این کشکی که داره سابیده میشه و کش سابیدن کار سختیه. فکر نکنی خیلی کار راحتیه. قراره چه غذایی باش درست کنی برامون؟ کاله جوش. کاله جوشی که حالا گردو هم توش باشه. آره کشک بادمجون هم میشه. و این کشک واقعا میدونید که سرشار از کلسیومه و خیلی مفید برای سن‌های بالا. یعنی کسی که به کهنسالی مثل ما رسیده باید حتما از این کشک استفاده کنه. حالا اینجا بگید ببینم اینجا کجاست؟ آمادی. نمیشه که ذخیره آب داشته باشه. نه ذخیره میکنیم. مثلا حالا اونی که 400 500 آب داره، درسته 10 آب داره، این میاد مثلا از 500 آب 400 تو استخر ذخیره میکنه، بعد میکشه یه ساعت این آبکار میکنه. همراه شدیم با جناب آقای نادعلی، یکی از اعضای محترم شورای اسلامی روستای چنارستان، که در مورد این روستا بیشتر بدونیم، بیشتر صحبت کنیم و خواسته های مردم رو از زبان جناب آقای نادعلی بشنویم. اما در این روستا چه طرح‌های عمرانی اجرا شده آقای نادعلی؟ در خدمتیم. طرح‌هایی که اینجا ما الان داره اجرا میشه، یکی از طرح‌ها سنگ فرش‌های این روستاست برای کوچه‌های اینجا. قبلا این بعضی این کوچه‌ها رو ما آسفالت کردیم، آسفالت بوده و پس زیرسازی مقابر انجام شده. یه سریشون انجام شده ولی یه تعدادش مونده که هنوز انجام نشده، که امیدواریم انشالله بتونیم با تلاشی که حالا دهیار محترممون داشته، خود ما اعضای شورا پیگیرش بودیم از طریق نماینده محترم شهرستان دلیجان ملادت، بخشدار محترم، فرماندار، اینا بالاخره همکاری کردن با ما تا اونجا که تونستیم. یه سری به اصطلاح سنگ فرش‌ها رو خریدیم، آماده هست. اجرای طرح‌هادی تو این روستا چند درصد اجرا شده؟ حدوداً 40%. 40%. بخوای حدوداً 40 تا 50%. درسته. بعد خانه بهداشت من شنیدم که دوباره احیا کردین، داستان چیه؟ بله خانه بهداشت در خدمت شما که یه حدود 17 ساله که الان این خانه بهداشت ما غیر فعال بود. یعنی بهورزاش رفتن و جمعیت این روستا کم شد دیگه، دکتر به ما ندادن، این پزشکی که بیاد اینجا معاینه کنه نداشتیم. بعد ما الان 1 ساله که دنبالش رفتیم، از طریق شبکه بهداشت استانی و دانشگاه علوم پزشکی اینا نامه دادیم، اینا قرار شده که اختیارشو بدن به خود شورا. منتها میگن ما بودجه نداریم، خودتون مثلا ما میخوام از خیرین کمک بگیریم. درسته. یعنی الان هم داریم از خیرین کمک میگیریم. وضعیت مدرسه چطوری الان؟ وضعیت مدرسه ما الان چند ساله که خب مدرسه فعالیت نداشته. درسته. و دلیلش این بوده که تعداد دانش آموز کم بوده. ولی الان ما یه عده‌ای داریم که در حال تحصیل هستن که میرن تو روستای اطراف یا آموزش پرورش براشون سرویس میذاره. حالا حق عیاب ذهابشون باید بده قانون آموزش پرورش. انشالله که جوانا به این روستا مهاجرت معکوس داشته باشن و جمعیت جوان این روستا بالا بره تا دوباره این مدرسه راه بیفته. و عزیزانمون در آموزش پرورش اگر میتونن یه معلم حالا پاره وقت برای این روستا در واقع در نظر بگیرن که مردم برای رفتن و تحصیل بچه‌هاشون به مشکل
برخورد نکنن. خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه شدید. آقا بریم بازم یه دوری تو روستا بزنیم. اینجا کجاست؟ چنارستان. اینجا آبادیه. آبادی. طبیعت بسیار زیبای روستای کنارستان و این در واقع روستاگردی ما و پایان بخش برنامه اینجا آبادی که قصدش معرفی روستاهای استان مرکزیه و این روستای کنارستان که یکی از روستاهای توابع شهرستان دلیجانه به شما معرفی شد و امیدواریم که به این روستا سفر کنید، از این طبیعت خوب و قشنگش لذت ببرید. همتون رو به خدا میسپارم. خدا یار و نگهدار شما. خداحافظ.